سرخط مهمترین خبرها: انتقاد از کوچاندن هزاران نفر برای ساختن نیرگاه راغون، هشدار از آمدن سیل در تاجیکستان و پسر پرزیدنت قرقیزستان صاحب بانک شد. واکنش صادر جباروف. سلام بینندگان عزیز، تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. امروز 5 نوامبر سال 2025 است. یک ائتلاف بین المللی از نقشه کوچاندن هزاران نفر برای بنیاد نیرگاه راغون انتقاد کرده آن را اشتباه بزرگ خوانده است. ائتلاف راغون الرت که مخالف بنیاد نیرگاه راغون است، 4 نوامبر در اظهارات گفت که کوچاندن هزاران نفر از منطقه های زیر آب شونده راغون زندگی آنها را به خطر میاندازد. مقامات تاجیکستان به این گزارش هنوز واکنش نکردند، اما در گذشته گفتند آنهایی که برای ساختن نیرگاه راغون به دیگر جای کوچانده میشوند در جای دیگر با جای زیست تامین خواهند شد. در گزارش ائتلاف راغون الرت آمده است که برای بنیاد راغون باید 60,000 نفر کوچانده شوند و این یک از بزرگترین موردهای کوچاندن آدمان برای ساختن نیرگاه آبی در زمان معاصر است. با گفته متخصصان این سازمان، منفعت‌های این ساکنان به قدر ضروری به نوبت گرفته نشد. الکساندر کالاتوف، مدیر تشکیلات جمعیتی دریا بدون سرحد و از مؤلفان گزارش نوشته است مقامات تاجیکستان پیشنهاد ساختن نیرگاه با سد پایان‌تر را که جای زیست 32,000 نفر را حفظ می‌کرد به اساس رد کردند. در گزارش آمده است که آنهایی که از منطقه‌های زیر آب شونده راغون کوچانده می‌شوند در جای زیست نو با کمبود آب، زمین و قبرستان روبرو هستند. ائتلاف همچنین شیوه پرداخت جبران برای این ساکنان را تنقید کرده گفته است مبلغی که مقامات برای این گروه ساکنان جدا کردند برای خرید خانه نو یا ساختن منزل نمی‌رسد. مهلت کوچاندن آدمان نیز در گزارش تنقید شده است. با آمار ائتلاف راغون الرت بعد سال 2018 همگی 8,000 نفر کوچانده شدند، اما مقامات میخواهند تا سال 2032 از 40 تا 52,000 نفر را به دیگر جای برند. مؤلفان گزارش دعوت کردند که نقشه فعلی کوچاندن اهالی برای ساختن نیرگاه راغون بازبینی شود، زیرا بنیاد نیرگاه میتواند زندگی ده‌ها هزار نفر را با مشکل روبرو کند. با بلند شدن سد آب آبانبار نیرگاه راغون 40 دهه بالا آب زیر آب میمانند و ساکنانش باید به جای دیگر کوچانده شوند. در گذشته نیز بعضی سازمان‌های حامی حقوق از جمله هومن رایتس واچ از نقض حقوق ساکنان هنگام کش دادن آنها از یک موضع به موضع دیگر تنقید کرده بود. نیرگاه راغون که حکومت تاجیکستان آن را حیات و ممات کشور می‌خواند، از روی نقشه باید تا سال 2032 انجام شود. تا این وقت دو چرخه نیرگاه به کار درآمدند. راغون بلندترین سد در جهان را خواهد داشت و از روی نقشه باید تاجیکستان را با نیروی برقی کافی تامین کند. کارشناسان سازمان ملل نگرانی خود را درباره کش دادن اجباری و تخریب خانه‌ها در مرکز شهر سمرقند که از سال 2001 به عنوان میراث فرهنگی جهانی یونسکو ثبت شده است ابراز کردند. در ماه می سال 2025 یک محله در منطقه حفاظت شده نزدیک به مقبره ابو منصور ماتوریدی ویران شد و بیش از 1200 نفر دوام چند هفته خانه‌های خود را از دست دادند. تخریب خانه‌ها اساساً اعضای اقلیت ملتانی و یا لولی‌ها را که سالها در این منطقه زندگی کرده ارتباط فرهنگی و تاریخی عمیق با این محله داشتن آواره کرده است. با گفته کارشناسان نقشه کوچاندن اهالی پیش از تخریب کنی تهیه، محاکمه و موافقه کرده نشده است. طبق گزارش‌ها دارایی‌های مردم زیر فشار شدید پلیس، مقامات دادگاهی و محلی در یک روند شتابکارانه مصادره شده است. وکیلی که از یک صاحبخانه دفاع می‌کرد از سوی پلیس تهدید و بازداشت شد و برق و گاز به طور موقت قطع شد تا مردم به ترک خانه‌های خود مجبور شوند، در حالی که چندی از ساکنان جبران پولی گرفتند. این مبلغ برای خریدن زمین و منزل در مرکز شهر سمرقند ناکافی است. کارشناسان سازمان ملل گفتند که یونسکو وظیفه‌دار است که به حقوق بشر و حقوق فرهنگی احترام بگذارد و به نقض آنها چشم نپوشد. برمیگردیم به خبرهای تاجیکستان. آژانس هواشناسی تاجیکستان هشدار داده است که روز 5 نوامبر یعنی امروز در منطقه‌های کوهی و دامنه‌کوه‌های ولایت‌های سوخت، ختلان و غرب ولایت مختار کوهستان بدخشان خطر آمدن سیل وجود دارد. این نهاد در خبرنامه نوشته است که باریدن برف و باران در این روز احتمال سبب آمدن سیل گردد. آگاهی آژانس هواشناسی در حال پخش می شود که روز 4 نوامبر در منطقه‌های کوهسار تاجیکستان برف اول بارید. در نمودهایی که به شبکه‌های اجتماعی راه یافت دیده می شود که در منطقه‌های کوهسار ولایت‌های سوخت و ختلان برف زیاد باریده است. در این روز حرکت در بعضی راه‌های کشور از جمله راه دوشنبه چناق مشکل شد، هرچند راه بسته نشده است. شرکت ایرس مسئول نگهبانی راه دوشنبه چناق که برای این کار از رانندگان مبلغ می‌گیرد، صبح 5 نوامبر نوشت یگانه مسیر به شمال کشور باز است. هنوز درباره خسارات در پی باریدن برف
خبری نشر نشده است. بینندگان عزیز، با رسیدن خبرهای تازه ما شما را در جریان می‌گذاریم. ظاهر ممدانی نامزد حزب دموکرات در انتخابات شهرداری نیویورک غلبه کرد. طبق نتیجه‌های پیشکی با طرفداری ممدانی 50 از 4% رای دهندگان آواز دادند. ظاهر ممدانی اولین مسلمانی است که به مقام شهرداری نیویورک انتخاب می‌شود. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از ظاهر ممدانی انتقاد کرده او را کمونیست خواند و از ساکنان نیویورک خواسته بود با طرفداری او رای ندهند. ترامپ از همحزبی خود کورتیس لیو پشتیبانی کرد، اما نتیجه‌های پیشکی انتخابات نشان دادند که با طرفداری لیو تنها 7% مردم آواز دادند. نیویورک یکی از شهرهای ثروتمند آمریکا به حساب می‌رود. پرزیدنت قرقیزستان بنیادگذاری بانک را از طرف پسری خرده‌اش شرح داد. به گفته صادر جباروف، بانک برکت شرکت خصوصی است و برای همین بدیهی ندارد که پسری او به تجارت مشغول شود. جباروف گفت فرزندان او منصب‌های دولتی ندارند و به سیاست دخالت نمی‌کنند، اما مؤسس یک بانک شدن پسر جباروف بحث‌هایی را در قرقیزستان به میان آورد. گزارش تلویزیون نسل‌اش وریم را همکارم زرنگزی نوروزشاه تقدیم می‌کند. تأسیس برکت بانک اولین بانک رقمی در قرقیزستان پیشنهاد تاجر چینی چانپن جاو بود. جاو بنیادگذار بازار اسعار رقمی یا کریپتوالوتا است. جباروف اعتراف کرد که او می‌خواست بانک دولتی شود، اما تاجر چینی نخواست. به گفته پرزیدنت قرقیزستان، جلب پسر او به کار بانک پیشنهاد مراد سلطانوف رئیس پیشین پارلمان بود. سلطانوف مؤسس دوم این بانک است. مراد سلطانوف را به عنوان بانکدار سابق دعوت کردند تا در تشکیل کار کمک کند. چانپن جاو و مراد عبدالرزاقویچ همچنین نورداولات را به گروه خود دعوت کردند. چند وقت در این باره فکر کردم و اجازه دادم که با آنها کار کرده تجربه گیرد. این بهتر نیست که آنها به کارهای خودشان مشغول باشند و به کارهای دولتی دخالت نکنند. جباروف به خبرگزاری دولتی خبر گفت همچون پرزیدنت نگذاشت اعضای اویلش به کارهای دولتی دخالت کنند، ولی همیشه آنها را تشویق کرده است به تجارت مشغول شده سرمایه جلب کنند. جباروف افزود نزدیکان او برای منفعت کشور کارهای بزرگی انجام دادند. مؤسس بانک شدن نورداولات نورگوژایف موضوع کاری ازیا اونیورسال بانک را دوباره سری زبان ها کرد. مؤسس این بانک مکسیم پسری خوردی پرزیدنت فراری قرقیزستان قربانبک باقیف بود. بعد انقلاب سال 2010 مکسیم را با گناه قلابی و پولشویی غایبانه به حبس ابد محکوم کردند. قربانبک باقیف هم در وقتش پسرش مکسیم باقیف را تعریف میکرد که بسیار دانا است و آینده خوب دارد. همین که والدین به قله‌های بلند میرسند، فرزندان فوراً دانا و موفق میشوند. یگان اقتصادچی جوانی را که تجربه کافی ندارد به وظیفه بانکدار تعیین نمی‌کند اگر این کار بدون فرمان شخصی اول کشور انجام نشود. مگر این دخالت نیست؟ نورداولات نورگوژایف پسری خوردی پرزیدنت است. کلانی رستم خیلی وقت شد که لایحه‌های تجارتی علاقمند به دولت را پیش میبرد. خود جباروف گفته است با دستور او رستم به جلب سرمایه مشغول است و ساختن مرکزی تفریحی در ایسیخکول را نظارت میکند. قبلا خبرنگاران پلیتکلینیکا آشکار کرده بودند که رستم با تاجر الکسی کونیف رابطه دارد. این تاجر به دزدی اموال در ساحل ایسیخکول متهم است. نورگوژایف خوردی پدرش را در سفرهای خارجی همراهی میکند و همچنین ورزشکاران شناخته را به قرقیزستان میآورد. مهم این است که آنها انداز را سپارند. به صاحبکاری مشغول شدن را هیچ کس منع نکرده است. صادر جباروف 4 فرزند، 1 دختر و 3 پسر داشت. پسری کلانی دوستان سال 2019 در صدمه هلاک شد. جباروف همچنین جیانش رینت را تربیت میکند که خانواده او هم در صدمه جان باختند. رسانه‌ها رینت را فرزند پنجم جباروف مینامند. از قرقیزستان یک خبر دیگر هم داریم. حکومت این کشور فعالیت مکتب‌های خصوصی رانندگی را منع کرده است. نمایندگان دستگاه پرزیدنت قرقیزستان گفتند من بعد شهروندان تنها بعد خواندن در مکتب‌های دولتی رانندگی صاحب حجت می‌شوند. مقامات قرقیزستان از آن نگرانی کردند که فعالیت مکتب‌های خصوصی رانندگی آلوده به فساد بود و تلاش دارند فساد در این بخش را از بین برند. مقامات این کشور گرفتن حجت رانندگی بعد دادن پاره را یک از سبب‌های زیاد شدن صدمه در قرقیزستان گفتند.
بینندگان عزیز، به نظر شما بستن مکتب‌های خصوصی رانندگی آیا فساد و همین طور صدمه‌های نقلیاتی را کم می‌کند؟ نظر خود را می‌توانید در زیر برنامه نویسید. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 5 نوامبر را فرا می‌گیرد. در مرکز دوشنبه 5 نوامبر سال 1964 کینотеатри به نام جامی درهای خود را باز کرد که دوامی بیش از 15 ساله تالاری مهمی سینمای زمانوی به شمار می رفت. کینотеатр در محل امروزه خیابان اسماعیل سامانی جایگیر بود و مهمترین معرکه های فرهنگی و هنری تاجیکستان در همین بنا برپا شده است. سال 2016 در دایره نقشه کلی تجدید سینمای دوشنبه با وجود انتقادهای ساکنان پر از بین برده شد. 5 نوامبر سال 2015 سفر میلیونر معروف آمریکایی و استاد هنری تجارت برایان تریسی در حیات جمعیتی تاجیکستان حادثه مهم شد. بیش از 600 نفر با پرداخت $150 برای با چشمی سر شنیدن اسرار ثروتمندی و پیشرفت تجارتی جمع شدند. صاحبکاران جوانی که در این نشست حضور داشتند درس تجارت استاد آمریکایی را برای راه اندازی و رشد کار خصوصی خود در شرایط بحران اقتصادی تاجیکستان خیلی مفید ارزیابی کردند. 5 نوامبر سال 1924 تاریخشناس تاجیک اکادمیک احرار مختارов تولد شده است که در تحقیق تاریخ خلق تاجیک سهمی زیادی گذاشته است. تحقیقات علمی او در موضوع تاریخ تاجیکان، آثار فارسی زبانان در هندوستان، کتیبه‌های قدیمی حدود ولایت سوخت از جمله استرافشان و حجت‌های قلعه مخ، زندگینامه باباجان غفورов برای شناخت عمیق‌تر فرهنگ و تاریخ مردم تاجیک سهمی زیاد گذاشته است. سال 2007 در 83 سالگی در دوشنبه درگذشت. شبانه روز گذشته قرب روبل روسیه در برابر اسعار ملی سامان کمی بالا رفته، ارزش دلار آمریکایی باشد بی تغییر است. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 112,113 سامان برابر از $100 آمریکایی باشد تا 920 سامان ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 5 نوامبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نوید بود. اگر پیشنهاد یا خبری دارید لطفاً با ما نویسید. تا فردا، خدا نگهدارتان.